سال 2024 در نتیجه 12 آفت طبیعی 15 حالت فوت به قید گرفته شده. بر اثر حادثه‌های طبیعی 164 بینای استقامتی، 1853 انشاءات یاری رسان، 6 بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و تا مکتبی، 66 پل، 2498 از 102 گکتار میدانی کش، 294 از 102 کیلومتر راه ضرر دیدند. با عائله‌هایی که از آفت طبیعی ضرر دیدند در شکل مصالح ساختمانی، مواد غذایی، بسته‌های بهداشتی و وسایل روزگار کمک کرده شده است. اظهار داشتند ضمن نشست مطبوعاتی در کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. جهت پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری‌های همه‌جانبه را با کشورها و تشکیلات‌های منفعت‌دار پیوسته انکشاف و تحکیم می‌بخشد. همچنین جمهوری تاجیکستان جهت تطبیق همه‌جانبه تشبس‌هایی که به توسعه زمینه حقوقی و تحکیم رابطه‌های موجوده بین دولتی نگرانیده شدند، فعالانه مساعدت می‌کنند. سال 2024 رهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگان دیپلماتی، کشورهای خارجه و دیگر شریکان روش 26 واخوری دایر نموده در خصوص حل مشکلات موجوده ساحه گفت و شنیدهای سودبخش انجام دادند. اینچنین اطلاع داده شد که کمیته با مقصد تیار کردن متخصصان بلند اختصاص و تکمیل اختصاص کارمندان در حدود مملکت 37 کورس تیاری تشکیل و برگزار نمود که در آن 204 خدمتچی حربی کمیته اشتراک و صاحب معلومات ضروری گردیدند.